با هم دیگه CD ترین F5 و اولین CD کانال میشه. بعد بریم خب انتخاب کنیم تیممون رو. خب بچه من تیم که در نظر دارم الان متوجهش خواهید شد چه تیمی قرار باشه. داخل انگلیسه، تیمی که این فصل تونسته یه جام کسب کنه و تیم خوبیه. آره تیم خوبه و بله توی تاتنهامه، تیمی که وضعش خرابه و با توجه به قهرمان لیگ اروپا شده داخل چمپیونز لیگ داره. ما ادوانس باش می‌کنیم و تیم قراره تاتنهام بس باشه. لژندری 100 سریه و اینجا مثلا زمان راش انتخاب کنم اینجا کلاسیک و همه کلش الان سریع بریم سراغ کلمه تاتنهام. میریم جلو، بعد اگر حمایت میشه فارته بعدیش هم 100% خواهم گذاشت تا لذت بیشتری از این کلمه ببریم. اینجا میزنیم و میزنیم که نگاهتون و اینجا فقط یه لحظه من اگر اینجا خیلی رو مخمه صدای بازیه. به نظر من هم سولانکه بازی کنه به در نخوریه هم ریچارلسون دوستان زمان خوب و خب اینجا هیچ 16 تیمی نمیخوایم ماتسی میمونه مهاجم تعویضی تیم ما. یه مهاجم نوک پس خواهیم خرید به نظر من و یه مهاجم نوک و یه دونه وینگر راست به نظرم اگه بخریم کار در میاد. اصلا من اسکواد تیم بچینم الان چه اتفاقی براتون میفته؟ کسی بنتانکور وال فقط کولیتسی ترتیب نمیخوره. بعد اینجا رو بیسوما داریم، سال برای اینجا داریم، بنگال هم داریم. سال اینجا میتونه بازی کنه، بنگال هم داریم. کولوسفسکی بس میدیم ردش میکنیم بره. کولوسفسکی بس رد میکنیم بره. اینجا اودوگی بیاد، اینجا سونهیونی، اینجا فعلا ماتیاس فیل میشه برنجان. یه وینگر راستی مهاجم که داره خواست اینجا خریده ما داخل این فصل. بریم ابجکتیوامون رو نگاه کنیم که ابجکتیوایی داریم. گفته داخل چمپیونز لیگ باشی، 100% هدف اون اینه داخل امارات باشین، داخل چمپیونز لیگ برسیم، نیمه نهایی داره، شاید خیلی از اون تقاضای زیادی میخواد. و اینجا گفته که 3 تا پلیر زیر 20 سال بخر. حالا ما
این قرار نیست داشته باشیم تو میدیوم. یه دونه پلیر هم که از آکادمی توی انگار پست دفاع، این احتمالا بیارم. یه دونه پلیر که نشنالیتیش فرق میکنه انگار با انگلیس، صد این کار خواهیم کرد. گفته که درآمد هم اینقدر سیو بره داخل 2 فصل، انگار دستمزدی که برای بازیکن پرداخت میکنیم معلوم بشه بچه‌ها. برای پست مهاجم نوک من میخوام مهاجم نوک بخرم، به شدت جوان، به شدت عالی، که خیلی عالیه. بنجامین سسکو که بچه داخل این اسکواد آپدیت که من داخل آرسناله، ولی در اصل هنوز داخل لایپزیگ داره لینک میشه منچستر یونایتد. آره و اینجا گیوکرش داخل آرسنال، این اشتباهه که حالا نمیگم از چه یوتیوب بدین اسکواد آپدیت، ولی خب انگار سسکو داخل آرسنال به اشتباه بچه‌ها. و یک چند تا بازیکن دیگه مثل نیکو ویلیامز هم داخل بارسلونه و پیشابی از اون عذرخواهی می‌کنم. ان شاءالله داخل کریر مود بعدی درست خواهد شد. خیلی ممنون. خب اینجا میریم جلوتر، برای فورستر درخواست اومده 100% میبره. خب بریم تختی اد رو کنیم پلیرها. به نظر من برای مهاجمنا سسکو بود، برای وینگر راست برای جانسون. ما رفت به نظرم سن بالایی داره و به در تیما نمیخورد. فرصه اشتباهاتی هم داخل فصل پیش داشته برای تاتنهام. بن دیویس هم که سن به نظرم بالایی داره، به وستهم انگار میخواد بره که ما قبول میکنیم و اواخر کریر فوتبالیشو داخل اونجا بزنیم. بن دیویس که زمان دفاع چپ بودش و الان آره این که تو دفاع چپ هم میتونه بازی کنه بن دیویس. بریم جلو. اینجا برای سالومون یک پیشنهاد اومده که نه پیشنهاد رفتش، آره به لاتزیو رفت. بریم جلوتر. 2 تا آفر اینجا برای ما هست. ریچارلیسون میدیم بره. امیدوارم ببینیم پول چقدر الان در حال حاضر داریم، اینکه میتونیم بازیکن بخریم. میتونیم 100% بخریم. مثلا به نظرم یه وینگر راست بهتری میتونیم بخریم. خب چه ندی کامینگا گیرون قیمت سسکو هم 50 هست. اون امبو هم 50 تا هستش دیگه. آره نزدیک 200 میلیون بیشتر میخوایم که امیدوارم در بیاد. تو بار بوشه ریچارلیسون برنگل و اینا احتمالاً بودجه در بیاد. خب میریم جلوتر. خب بله ریچارلیسون رفت. بازی کنی که
تاتنهام نمیخورد، داخل اورتون زمانی که بود خوب بود به نظر من. داخل جام جهانی 2022 هم یک گل خیلی قشنگی زد که فکر میکنم بهترین گل تورنمنت هم شد. خب به در تاتنهام به سبک بازی من الان نمیخوره به نظر. گرین نمیدیم 100%، ماتیاسر هم 100% نمیدیم، برنگیل 100 میدیم بره پولش نیاز داره. میدونم بچه دارم بعد میکنم ولی خب واقعا ما پول لازمیم برای خرید این سه تا بازیکن. گری دوباره نمیدیم بره، براین جانسون 100% نمیدیم بره، ماتیاسل رو 100% بدیم بره. اصلا بذار من دوتا رو بلا کافر کنم. گری هم بلا کافر، دوتا بلا کافر میشن. میریم جلوتر به نظرم تا اینجا بسه. اوکی اینجا رئال بارسا تو تورنمنتمونن. عجیبه اینجا پول بیشتری میده ولی اینجا رئال بارسا تورنمنت. من میخوام با تیمای بهتر انگار رقابت کنم. سر 100 تا اونقدر به دستمون نمیخوره. من میخوام با تیمای خفن‌تر رقابت کنم. اولین بازیکنم بارسا. خب به نقطه ترنسفرها سسکو رو داریم. گرون شد وای. کامگام 100 تا میخواد، برنیم بومم 40 تا 50 تا میخواد. ببین سراغ سسکو به نظرم سولانکر کسی نمیخره. حداقل تا اینجا که براش آفر نیومده من میخوام اینجا تاقش بزنیم با آقای آرسنال. سولانکر با 40 میلیون مازاره، سولانکر 59 میخواد. سولانکر اوکی، سولانکر با 45 و 500 اون سرکلر رو سولانکر رو قبول میکنم. 55 زیاده براش، 50 خیرش رو ببینیم عشق. با 50 میلیون میتونیم سسکو رو بخریم. به نظرم خیلی خرید خوبیه. فورتن 100 قبوله، 5 ساله قبوله. ریوتر باید نمیذارن اینجا. این 110 تا رو بدینم بس. نه بذار یکم بهش سایم دارم 300 تا هم سایم دارم امیدوارم قبول کنه. قبول کرد. خب سسکو بسیم پیوست. اولین خرید تیم ماجرا که به دست ما خواهد خورد. آره خیلی ماجرا خوبیه. خب سودیونینگ هم اومد به دیدنش. ببخشید بچه خورد یه لحظه سفر برم برگردیم. چیزیم بچه من پرید. خب بچه ها ببخشید شما یه کارا میشه. شما نوعی که من قرارش سسکو برای عالی که ما اینجا که مهم نیست یه اسکیمش میکنیم. سسکو اولین خریدمون. من یه لحظه چکن که رکورد هست نه و یه اتفاق و ببخشید بازم. خب این خرید کاماوینگا اومد که پولون بکشه. کاماوینگا رو میریم بخریم از رئال مادرید. بدر سواب ما شونه بزنیم آقا پولش کم کنیم. پولو بیشتر میدیم 80 میلیون نظرته؟ قبول کرد خوبه 80 میلیون کسی کاموینگا رو بیاریم. خیلی خرید خوبیه کاموینگا. ما میتونیم به موما رو عوض کنیم یا کولیسفسکی رو مثل فروش فروشوال بدیدن. کاموینگا 5 ساله 100% نمی‌کنم. فقط رکورد چند دقیقه شده؟ 14 دقیقه. اینجا 150 میلیون من دستمزد بدم بدون 400 تا سالی بونوس قبول کرد. بله خب خرید دوم که این کاموینگا به تیم پیوست. کولوسفسکی و ما الان میریم داخل
اسکارت هاب میذاریم داخل لیست فروش تا انگاری پولش میتونیم بازیکن بخریم دیگه. آره پولش میتونیم بازیکن بخریم، شاید در پارت بعدی خرید جدید هم داشته باشیم. آره دیگه به نظرم تا اینجای کار بسه دیگه. آره بقیه‌اش میشه برای پارت بعدی و آره تا این ویدیو دیگه. فعلا خداحافظ.